ассалому алайкум бинандагони арҷманд. имрӯз ҷумъа 12 сентябр аст. шуморо барои ошноӣ бо хабару таҳаввулоти муҳимтарин дар тоҷикистон ва ҷаҳон даъват мекунем. ин барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ аст ва имрӯз мехоҳем ба шумо навгониҳои зиёдеро бигӯем. ҳоло чанде аз мавзӯъҳои нашр. хабарнигори радиои озодӣ дар қатори 52 маҳбуси сиёсӣ ба қарори раҳбари Беларус Александр Лукашенко аз зиндон озод шуд. در شوک هستم ولی به راستی بسیار خرسندم. این لحظه اینجا هستم، آزادم. البته نمیتوان گفت 100% خرسندم چون عائله‌ام اینجا نیست. امینه دردسر شد. مهاجران در ولایت مسکو میگویند ثبت نام اینترنتی توسط ضمیمه امینه کار نمیکند. امضای سازش مرزی تاجیکستان و قرقیزستان امکان داد که بعد سالهای طولانی تعمیر و ترمیم راه مهمی ده خواجه علی اصفر براه مانده شود. حکومت با یاردم کردن مثلا تکنیکای وقتی همش حشر کرده دست جمعانه هم کردیم دیگه خطی برابر. ایگور لوسیک خبرنگار رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی میگوید هنوز یک روز پیش در اتاق جریموی زندان در بلاروس با کتی خواب از چوب قاق و زمینی خلور کشیده بود و دیشب آزاد و به لیتوا انتقال داده شد. لوسیک 5 سال در زندان بود و شام 11 سپتامبر همراه با 51 محبوس سیاسی آزاد گردید. برای رها کردن آنها پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ به طور مستقیم با رهبر بلاروس الکساندر لوکاشنکو وارد گفتگو شد. جزئیات این حادثه در گزارش همکارم مومن احمدی. با یک قرار بی‌سابقه شام دیروز پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو 52 محبوس سیاسی را آزاد کرد و در میان آنها ایگور لوسیک خبرنگار رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی هم پس از سپری کردن 5 سال زندان رها شد. آزادی آنها را بخشی از طرح بهبودی رابطه‌های این کشور و آمریکا مینامند. لوسیک و 51 نفر دیگر از جمله 14 شهروند خارجی چند ساعت پس از ترک زندان کردن به لیتوا برده شدند. در شوک هستم ولی به راستی بسیار خرسندم. این لحظه اینجا هستم، آزادم. البته نمیتوان گفت 100% خرسندم چون عائله‌ام اینجا نیست. در برابر مقامات و فعالان و نزدیکان به پیشواز محبوسان آزاد شده پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی استیو کاپوس هم به پایتخت لیتوا رفت و ایگور لوسیک را در آنجا استقبال نمود. ما از پرزیدنت دونالد ترامپ برای آزادی یکی از دیگر خبرنگاران شجاع رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی که ناعادلانه از سوی مقامات بلاروس بازداشت شده بود بسیار سپاسگزاریم. کاپوس افزود ایگور رنج و عذاب‌های زیاد کشید زیرا روزنامه‌نگار بود که برای رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی کار میکرد. این مرحله رنج طاقت فرسا و کاملا ناعادلانه او که بیش از 5 سال دوام کرد سرانجام به پایان رسید. سویتلانا تیخانووسکایا یک رهبر مخالفان بلاروس که در سرحد لیتوا به پیشوازی محبوسان آزاد شده رفته بود گفت من بسیار شدم که میتوانم گروه زندانی‌های سیاسی را که از محبس‌های بلاروس آزاد شدند خیر مقدم بگویم. آنها در عموم 52 نفر هستند ولی از میان آنها 38 نفرشان زندانی‌های سیاسی بلاروسی میباشند. من به تلاش‌های پرزیدنت دونالد ترامپ و مأموریت او احسنت میگویم که برای آزادی این مردم تلاش‌های دیپلماتی را به کار بردند. لوسیک 33 ساله ماه دکبر سال 2020 با اتهام سازماندهی شورش، شرکت در ناآرامی‌های گسترده، برانگیختن نفرت اجتماعی و چند اتهام نامعلوم دیگر در ارتباط با اعتراضهای پس از انتخابات پرزیدنتی جنجالی در آگوست سال 2020 به 15 سال زندان محکوم شد. خود ایگور لوسیک رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی و کشورهای غربی بارها اعلام کرده بودند که این اتهام‌ها انگیزه سیاسی دارند. در روسیه روز 10 سپتامبر مهلت قانونی گردانی حضور مهاجران به انجام رسید و اکنون دستی مقامات انتظامی که به این هم با هر بهانه مهاجران را از روسیه اخراج می‌کردند بازتر گردید. یک مشکل خود در سند مهاجران بهانه از روسیه اخراج کردن آنها خواهد شد.
در یک صحبت ویدیویی با والنتینا چوپیک حامی معروف حقوق مهاجران درباره ضمیمه امینه سوال کردیم که در تلفن هوشمند نصب شده گویا امکان می‌دهد که مهاجران به طور مجازی و یا فاصلوی خود را ثبت کنند، ولی ما شنیدیم که آن هم درست کار نمی‌کند. Сейчас обращаются люди, которые در میان مراجعت کنندگان نفرانی هم هستند که می‌خواستند در ضمیمه امینه خود را به قید گیرند. شکایت خیلی زیاد است. مهلت ثبت نام بسیاری آنها به آخر می‌رسد، چون که آنها هنوز آخر ماه اوگوست وارد شده تا حال نتوانستند توسط امینه به قید گرفته شوند. آنهایی که تا 1 سپتامبر می‌خواستند ثبت نام شوند همه‌اش به نتیجه بود. بعد 1 سپتامبر قسمی از چنین تلاش‌ها نتیجه بخش بوده است. این ضمیمه مشکل دارد. مثلا آنهایی که همه را پوره به قید گرفته توانستند پیامک دریافت میکنند که میگوید گیالوکاسیای شما را دوام 3 روز گذشته پیگیری کرده نتوانستیم و شما را از قید بیرون میکنیم. هرچند همه معلومات درست بوده است، اشتباه‌های برنامه‌ای هم زیاد است و یا به آنها میگویند که به وزارت کارهای داخلی مراجعت کنید. آدمان با ضمیمه امینه به مرکز مهاجرت سخروه میروند. آنجا نوبت پایی‌ها زیاد است و آنجا هم پلیس خودسرانه آنها را بازداشت کرده و به اداره 5 پلیس پادولسک میبرد. یعنی یک بی‌نظمی است. شاید برخی محض با سبب‌هایی که اشتباهی فنی شده است نتوانستند ثبت نام شوند و به آنها اخراج تهدید میکند. سوال دیگر هم از والنتینا چوپیک این بود که چی باید کرد تا مهاجران بعد این همه، یعنی بعد 10 سپتامبر، با برخورد ناعادلانه یا غیر قانونی مقامات روبرو نشوند؟ در نوبت اول آنها باید درست بفهمند که تا کجا اخراج آنها قانونی است و آیا قرار پلیس اخراج است یا نه. از بس که حالا اخراج در صلاحیت پلیس است، بسیار حالت‌های شده است که مردم نمی‌دانند که قرار اخراج آنها وجود دارد. حالا پلیس با همه به استثنا به همه یک سند داده طلب می‌کند 5000 روبل جریمه سپارند. به هیچ صورت این کار را نکنید. بسیار وقت قانون شکنی صادر نشده است. پلیس می‌خواهد نقشه جمع‌آوری جریمه را اجرا کند، ولی به علاوه این نقشه‌های اخراج هم وجود دارد و آنهایی که کورکورانه و به خاطر گویا خلاص شدن از پلیس این سند را امضا می‌کنند، سند اخراج خود را هم امضا می‌کنند. ولی خوشبختانه حالا شرایط پیشگیری از قرار اخراج پلیس خیلی خوب شده است. ماه‌های اپریل و می امسال دسته مردم را خارج کردند و به تنها خود من تخمیناً 600 مراجعت از اخراج بی اساس پلیس آمد. ما در 531 حالت توانستیم که این قرارها را بیکار کنیم. خادمان پلیس بسیار وقت پروتکل اخراج را بی‌سوادانه پر می‌کنند. این گونه خطاهای پلیس خیلی زیاد راه می‌یابد و من به مهاجران چنین مشورت می‌دهم که اگر دیدند که سند خطا پر شده است و از آنها طلب می‌کنند که حتما امضا گذارند، در پیش امضا نویسند من راضی نیستم. هیچ سند را بدون خواندن آن امضا نکنید. حتما آن سند را عکس گرفته به من فرستید. باور کنید ما حتما در این حالت دست بالا می‌شویم. اگر شما بیگناه هستید حتما برنده می‌شویم. پلیس حق ندارد سندهای مهاجرت شما را بسنجد. این کار در صلاحیت ساختارهای مهاجرت است. شما به آنها تنها باید شناسنامه‌تان را نشان دهید. سپاس از والنتینا چوپیک حامی معروف حقوق که به سوال‌های رادیو آزادی درباره وضعیت فعلی مهاجران در روسیه تفصیلات داد. شکل پره این مصاحبه او را درباره وضع مهاجران در روسیه بعد انجام مهلت به قیدگیری رسمی آنها در سامانه رادیو آزادی پیدا کنید. در شهر اسفاره یک راه جنجال برانگیز با ناحیه بادکند را منفرش کردند. راه طولانی نیست ولی برای آباد کردنش طرفها سالها بحث داشته مانع همدیگر میشدند. حالا این راه از جانب تاجیکستان بازسازی شده. از آن باز هم اکثر شهروندان همین کشور استفاده میکنند. بیشتر پل تخریب شده اش را هم مردم با راه حشر ساخته بودند. فرزان محمدی از راههای مرزی با قرقیزستان گزارش میدهد.
تقریبا 1 کیلومتر راه به سوی دهه خواجه اعلی را منفرش کردند. این راه را تا چند ماه پیش مردم دهه کوکترک ناحیه بادکند جمهوری قرقیزستان هم استفاده می‌کردند. ولی حالا در آن اساساً نقلیات با رقم‌های تاجیکی روا می‌کنند. ساکنان چارکوه میگویند برعکس سالهای قبل مردم همسایه به بازسازی آن مانع نشدند. همین راه کتی که بسیار رضا میکشند مردم حقانی. من همین خدا خیر حاضر حکومت مولتیات من همین مثال سرداری دولت هم همه کتی و آشان کتی من خدا بشکر روز تا باب شده کن. ماشین ها بیمار را میرفتگی شدن. مردم وقتشون مثال کارش میرسد چیزی چی مقصدش کن همین خیلی ها. پیشتر این راه چنین وضع داشت و یکی از منطقه‌های دشوارگذر بود. از پهلوی آن یک جویباری بزرگ نیز از جانب قرقیزستان می‌آید و به دریای اسفره می‌ریزد. سال گذشته بر ضمن این راه دشوارگذر پل را نیز آب برده بود و مردم محل توانستند آن را از نو بسازند. کوپرو که سیل آمد گرفته برفت مردم قوی مردم چارکو خواجه اعلی و همینجا کتی حشر کرده حکومت با یاردم کردن مثال تکنیکوی و کتی همشه حشر کرده دست جمعانه هم کریم دیگه که خطی برابر مردم کتی کردن من کوپرو که هم خود شد. این راهی نو منفرش شده همچنین به سمت جماعت واروخ می رود. حالا نیز مردم تاجیکستان توسط دهه قرقیزنشین آقسو به داخل جماعت می روند. ولی به گفته ساکنان اینجا و چند نماینده رسمی ساختمان راه نو در صدد آغاز است. ساختمان راه را یک شرکت چینی به عهده گرفته است و درازی آن بیش از 4 کیلومتر خواهد بود. در حالی که حکومت و بسیاری از منصبداران تاجیکستان جزئیات سازشنامه مرزی را با قرقیزستان آشکار نمی‌کنند، یک نماینده وزارت نقلیات در سوخت ماه پیش به اختیار کدام طرف گذشتن چند قطعه‌های راه منطقه را شرح داده بود. پورا روی چارکو از اون مشکلی فقط درآمد به واروخ و یک لایه کلانش ساز لایه تقریبا 255 میلیون سوم را تشکیل می‌دهد. شرکت‌های خیتایی، شرکت‌های ترکی و شرکت‌های ایرانی را ما گرفته بردیم اینجا. از حساب همون دریای با کمتر وای کرده همجا بلندای بتون کرده راهی نو می‌سازیم. بدون بارش بیماران رفت آمد کردم. یعنی به گفته ناصرزاده راه دهه خواجه اعلی و چهارراه‌های بحثی هم به حدود تاجیکستان گذشته فعلا ساکنان دو کشور از آن استفاده میبرند. پیشتر این منصبدار تاجیک به رادیو آزادی گفته بود که پس از بحث‌های طولانی تعمیر راهی بین دهه خسته‌ورز باباجان غفوری فی تاجیکستان و دهه‌های بارباردوک و ارقه ناحیه لیلک قرقیزستان را هم آغاز کردند. این شرح و توضیح یک مسئول وزارت نقلیات تاجیکستان در حالی است که با گذشت بیش از 4 ماه تاجیکستان هنوز هم منطقه‌ها و محل‌های تبادل شده را با قرقیزستان اعلان نمی‌کند. منصبداران قرقیزستان پیش از امضای سازشنامه بعضی جزئیات را آشکار کرده بودند. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته اداره زمین و گردیزی تاجیکستان روز 1 آگوست در پاسخ به سوال خبرنگاران این تصمیم را به ادامه نشانه‌گذاری سرحد پیوند داد. تاجیکستان و قرقیزستان بحث بیش از 40 ساله مرزی و ارضی میان یکدیگر را پس از نزاع و درگیری‌های زیادی که از هر دو طرف ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت در بهار امسال با امضای سازشنامه دائمی حل کردند. فرزا محمدی، رادیو آزادی از منطقه‌های نزد مرزی تاجیکستان و قرقیزستان. و یک خبر پرزیدنت پیشین برزیلیا ژایر بولسونارو از روی پرونده تبادلات دولتی به 27 سال زندان محکوم شد. روز پنجشنبه دادگاه عالی برزیلیا قرار کرد که گناه رهبری پیشین کشور در توطئه به خاطر بازگردان قدرت در انتخابات سال 2022 از دست دادش تصدیق شده است. آن سال او در مقابل سیاستمدار چپگرا لولا دا سیلوا مغلوب شده بود. در همین جا این نشر برنامه اخبار آزادی به اتمام میرسد. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. اگر خود شما هم شاهد کدام خبر یا حادثه بودید لطفاً با رادیوی آزادی در میان گذارید. سپاس و خداحافظ.